فقط میخواستم همین مطمئن بشم که زنده ای و خوشحال شدم صدا بشین. آقا خوب گوش کنین، داره میگه که زنگ زدم ببینم اوکی یا نه، خیلی وقت بو خبر از اون نداشتیم. تابکی در جواب میگه خیلی من خوبم همینجا خیلی ممنون. و از یه سمت دیگه اومدن یه اعلامیه فوت زدن که با نهایت تاسف اتابکی فوت شده و فلان مراسم توی فلان روز و اینا میخواد گرفته بشه. و همچنین توی ویدیوی کیودیپای هم که واسه فوت اتابکی گذاشته بود یه سری نکات بود که میخوام توی این ویدیو بهتون بگم. سلام بچه‌ها، چطورید؟ الان میخوایم بریم ببینیم اصلا این ماجرا از کجا شروع شد. دیروز یه خبر منتشر شد از یه جای نامعلوم و ناموثق که هیچکی نمیدونه دقیقاً منشأ این خبر کجا بود. کامران اتابکی بر اثر بیماری توی بیمارستان فوت شده و از ایشون هم خیلی وقتی کسی نه ویدیو لایوی دیده و نه خبری شده. واسه همین این موضوع یه مورد تاییدی بود بر این که حالا اتابکی فوت شده. اما توی پیجشون ظاهرا یه کامنت زیر پست گذاشته بودن و جواب یکی از کامنت ها رو داده بودن و نوشته بودن که خر خودتی، که الان دو تا موضوع باز میشه بعد از این کامنت. یکی این که اتابکی زنده است و داره جواب کامنت ها رو میده، دو اینکه نه پیج دست یه نفر دیگه است و این اتابکی نیستی کامنت گذاشته. موضوع دوم یه خورده به حقیقت نزدیکتره و خیلی گفته بودن که لحن آقای اتابکی اینطور نیست و اصلا جواب کامنت ها رو اینطور نمیگه. بازم این جواب دادن کامنت دلیلی بر زنده بودن ایشون نشد. بعد از چند ساعت یه فایل صوتی منتشر شد از این نفر که زنگ زده واسه اتابکی و داره بهش میگه که چه خبر، کجاین، اوکی این یا نه، خیلی وقت ندیدمتون، میخواستم ببینم حالتون چطوره. و اتابکی سلام احوال پرسی میکنن و بعد میگه که زنده این یا نه، میخواستم اینو بدونم و دقیقاً به این نکته اشاره میکنن که زنده این یا نه. ولی اینو بگم اصلا معلوم نیست این فایل صوتی واسه کیه، شاید هم اصلا میکس کرده باشن این فایل صوتی رو. با توجه به اینکه قبلا هم یه دوره ای اتابکی اصلا دور شده بود از میادین و ویدیو نمیذاشت و کسی ازش خبر نداشت، ممکنه این تماس تلفنی واسه اون موقع باشه و جدید نباشه. حالا با توجه به این تفاصیل میخوایم بریم ببینیم اصلا اتابکی کی هست. ایشون توی برنامه‌های ماهواره‌ای مجری بودن. البته بازار برنامه‌های ماهواره‌ای خیلی وقت پیش داغ بوده، مثلا دهه 80، دهه 70، اواخر 70 و اوایل 80 و اینا. اون موقع‌ها بحث‌های سیاسی بالا می‌گرفته، این شبکه‌ها بازارشون داغ می‌شده، اما این شبکه‌ها از اهداف اصلیشون دور شده بودن. یعنی اینکه اصلا اینا توی برنامه‌شون این بود که نظامو عوض کنن، ولی خب با حرفایی که می‌زدن برنامه‌شون از هدف اصلی دور می‌شد و تبدیل می‌شد به یه شو و یه برنامه کمدی. اصلا اتابکی گفته بود که من می‌خوام رئیس جمهور ایران بشم، بنده رو به عنوان رئیس جمهور آینده ایران آزاد بخوان. و این موضوع به شدت موضوع فان و سوژه‌ای شده بود واسه مردم و مردم وقتی تماس می‌گرفتن حسابی ایستگاهشو می‌گرفتن و اصلا شوخی‌های مثبت 18 عجیب و غریب که من نمیتونم توی این ویدیو واسهتون بذارم. توی اینترنت پره، میتونید یه سرچ بزنید و خودتون برید ببینید. مثلا یه نمونهشو بگم، یه نفر اولش زنگ میزنه حسابی تعریف و تمجید میکنه، میگه که آقای اتابکی شما همه چیزتون کامله، شما کاملید و اصلا هیچ نقصی ندارید، فقط حیف که آخر فامیلیتون یه ر کم داره. اصلا این برنامه بیشتر از این که بخواد به یه برنامه سیاسی معروف باشه، با یه برنامه کمدی معروفه که با مزاحم تلفنیاش مردمو میخندوندن. کیودیپای هم به این موضوع واکنش نشون داده بود و دیشب توی یوتیوبش یه ویدیو منتشر کرد که من اون ویدیو رو دیدم، 15 دقیقه بود تقریبا و اون ویدیو اصلا به شدت عجیب بود. حرفایی که کیودیپای داخل اون ویدیو میزنه رو میشه داخل یه دقیقه زد. یعنی از اول تا آخرش همش تو شوکه است، ناراحته به شدت و تاکید داره روی ویدیویی که گرفته. یه ویدیو گرفته ظاهرا از ریاکت به کارهای اتابکی. البته قبلا خیلی از این ویدیوها گرفته، ولی خب جدیدن این ویدیو رو گرفته بود و می‌خواسته منتشر کنه که این اتفاق افتاده و دیگه نمیتونست اون ویدیو رو منتشر کنه و از بس به این نکته تاکید میکرد این حس من القا شد که بیشتر نگران اون ویدیویی که گرفته که نمیتونه منتشر کنه تا نگران این اتفاق، که فکر نکنم اینطور باشه، ولی خب این حس به من منتقل شد، نمیدونم. چون از اول تا آخر ویدیو تقریبا 10 بار همش گفت حیف این ویدیویی که تازه گرفتم، حیف این ویدیویی که تازه گرفتم و توی ویدیو میگفت که خیلی از این اتفاق متاثر شده چون قبلا توی وقتایی که ناراحت بوده اتابکی خیلی خندوندتش. قطعا خیلی از ایرانی‌ها با ویدیوهای اتابکی خندیدن، کیودیپای هم یکی از اون آدما. و وسط این ویدیو هم جالب بود که 2 تا تبلیغ هم گذاشته، یعنی هم از این اتفاق ناراحت بوده و هم وسط ویدیوش تبلیغ گذاشته که کسایی که میان این ویدیو رو ببینن یه درآمدی هم کسب بشه از این در. ولی خب به هر حال هنوز که هنوزه از جای معتبری این خبر اعلام نشده. اما به نظر من اگه اتابکی زنده بود میتونست یه واکنش نشون بده، یا واقعا فوت شده و یا بازیه و
یه خبر شایعه پراکنی کردن که دوباره بعد از این همه مدت بیفتن سر زبون، نمیدونم. در هر صورت باید منتظر بمونیم ببینیم چی میشه. مرسی که تو این ویدیو هم با من همراه بودید دوستان. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما یادتون نره لایک کنید و اگه دوست دارید این ویدیو رو بیشتر ببینید حتما کانال یوتیوبمو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون خیلی باشید. خداحافظ.